میگفتن که عقبه صابعی شید بدبخت ها مسلمان شید نمیگفتن صابعی شید ایدینش گشت مقصد بعد دماغش میسوزد یا رفیقش خبرگیری نمیره و میره به خونه خودش روز دیگه عقبه خبر میشود که دوستش اومده بعد گیله کرده میآید که تو رسمی دوستی و اخوت بیکار کردی اجرا نکردی بعد میگه که وجهی من وجهی که حرام حتی تأتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و تبزق فی وجهی روم برات حرام تو زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشش نرایی دروش توف نکنی ای اولی چی کرد که اخی آدم بزرگای ای از بند روشی مای نبیره عبدالمطلب ای شخص خیلی خونم اومده چی نکنم چه کنم ای گفت تو زمانی دروش توف نکنی حقورتش نکنی با بدترین سخنو من خطی تو گفت نمیزنم و این ملعونم او خدای تو که هدایت نکنه هیچ فایده نمیکنه اگر با عقل بدخونه سوزن تو همون وقتا آدم حلیم بدست خیست اومد نزد حضرت صلی الله علیه و سلم درم پیش خونه کعبه شتگه با سخنای قبیح دشنامش دو بعد حتی توف کرد میگه دروش ابوبکر نقاش میگه که اون وقتی توف کرد شمال بود شمال توفگری در روی خودش زد میگه دروش جراحت برد و حتی روایت میگن هم پیسشی بعد حضرت هم سرش خم شتگه گفت اگر از همین مکه بیرون در دستم خوردی سرت از بدن جدا میکنم همین عقبه را حقیقتا در جنگ بدر عقبه اسیر غلطید مقداد ابن اسود این اسیر گرفته بود اکو آدم پولدار که بود گفت خیلی پول میکنم ده وقت فیدیه میگرفتن که در همین راه یک منزل مکه دورتر نخست پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدش بود بین اسیرو گفت یا داری یا عقبه یا دوری که من ترا گفته بودم که ای مکه بیرون اگر در دستم خوردی مقصد که قتلت بکنم بگو فرزندام چی میشوند فرزندات گفت به جهنم علی گو گردنش بزن حضرت علی گردنش زد همین عقبه را ای اوبایش بدبخت ای در جنگ همین بدر گریخت ای در اسیرو نبود در قتل هم گریزه بود اما در جنگ خود قسم خورده بود که من تو محمد نقش مقصد قفو نمیگردم اگر محمد زنده مونه من زنده نمونم شعورش هم تری بود بعد یک وقت همون در جنگ بدر حضرت مصعب بن عمیر را نکشتن دو رفیقان شید گفتن که پیغمبر را کشته محمد این کسافت خیست اومد که با چشم خودم ببینم مقصد قسم خوردگیم اشکار شوه اومد دید که دیگه کس بده است گفت این محمد نیست بعد احساس کرد یا جو حضرت صلی الله علیه و سلم احاطه کرده بودن یک گروه اندک همون طرف حرکت کرد مقصد اگر محمد زنده مونه من زنده نمونم که حضرت صلی الله علیه و سلم همی خم شد یک دروتی که گرفت مجلس خوردی بروی زدن ایکو و همی بسم الله گو زدش در همین جای گردنش اومد ایگولوی اسب غلطید دو فیغان کرده اومدم تا گردن قپیدم بعد نگاه کردن گفتن اوخی ضربه سمیرتیل نیست نترس گفت قسم به الله همی دردی را که من احساس کرده استم در بالای حمد بار کنن توقت نمیکنه تقسیم کرده پوستش از زد گذاشتم بله همین جای گردنه مقصد اگر در اصل بگیریم او توچکوی جیزدینواجنی را یکونتش زدیوت نکرده است نه که به هر وجه صورت همون خطی مور همین حرکت کردن این طرف مدینه برو مدینه مور خصوفت اوبای ابن خلف هم شخصی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دست خودش کشید ويقول لا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا بله انا مید اسباب نزولش در حق همه اخوای بیابی معید که هم مولا کرد دست پشتی دست بدندان کن که اکوش که منم همراه پیغمبر روی حق یفتادم گمراه نمیشیدم که شیطانی کسافت همین اوای اخیر از روح حق منحریفم کرد او سردار بلال حضرت امیه نام داشته؟ همون امیه ابن خلف اوبای نه این اوبای دیگه کسای امیه ابن خلف سردار دیگره ولید دیگره ولید بچه ای دودر حضرت عثمان هر دش ولید هم ای ابن مغیره ابن مغیره
ولید ابن مغیره ولیده ولید پدر خولیده پدر خالد اوه، او بله. هم تاریک کافر مرد بله ولید ابن مغیره کفر جانو آبادان میتن بسیار بیرحم بود همین هو در يقرأ قرآن مانجا تصل ها؟ برا وقوع مانجا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ثم نظر وولد ثم الشهودا استب ثم عبس وبصر آمش ده حق يميه ثم أدبر واستكبر ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشوح همه یمی در راز یمی ولید ابن غیر مغیره خالد با کدام دیگرش مسلمان شده ولي وشان ولي ولید ولید ابن وليد ابن وليد ابن ولید خالد اکش بوده دودرش. مغیره همون نامه را همون متعده مکه به حضرت ولید میگه که بله به خود دارتی بله او پیش از خالد مسلمان شد کی ولید اون ابتدا اول ولی سوره مدثر در چند تا آیت برای چی ازادی داده؟ همه یوخی و بنین شهودا نزدی ولید اومدن که بیا همین را قضاوت کرد که چیه همین یک سخنی بگو که مقصد که ما همین در میان قبایل عرب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بد کنیم که مردم ایمان نیارن شعورش زیاد نشود انا صاحبش گفتن نشید صاحب کوهی هیچ شباهت نداره که اگر آخه شاعرش گفتن نشید همون آیات را گفتم بگی فقال إن هذا إلا سحر يؤثر قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما پایونی بعد رفت این سحره أوه عمو سحر عمو ثم نظر ای بالا بگی ادبر و استکبر ای بالا ثم أدبر واستكبر بالاتر اولی و بنین شهودا یا لعنتش میگه چیزش میگه خدای تعالی وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه نه نه بالا نه. بالا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر اوه المسكين ثم اما قتل كيف ولید ابن مغیره را گفتن نه، این اشتاد گفت بچه این را گفت شعر گفتن نمیشه با شعر توری نمیگیره این مقصد که سجع قوافی نداره این مثل شعر مردم شعر هم بدونن که همین عروض اینا عربو اومده که روخی در ما این را گفت انا مقصد که تاثیر داره انسان هم میتونه که دیگرگون کنه این را سخنی کاهی گفتن نمیشه قدر فهمیشید هدایت نکن این را گفت سحر بگید انا سحران یؤثر میگه قال إن هذا إلا سحر این يؤثر نیست مگر سحری که اثر داره یعنی که آدم دیگرگون میکنه و در سحرش نغلطه که این سحر داره مقصد همه اجازه کلامش قطعی جادو تو میکنه دین پدراتو دور میکنه همین حضرت عمر کم که اعتقاد شمیو میپره در دوران ندوه کم از مجلس گوده میگه این رو شو دروغ گفتی اسلامی و والدین مغیره را پدرش میگه چوی تر میکنی میگه اوه این بسیار مطول گفتی پدرش هم میگه بعد خولی میگه این رو باز روی بورگاز گفتنش نیست کی را میگه دودرش میگه ما این نصیف میگم که مطول گفته است اون مرد گفته نیست خورید قطعی حضرت عمر گوشتین گرفت هم دست درسته نه پویگه اصل هست نه گوشتین گرفت زد خورید حضرت عمر زد به گوشتین یکی گوید پشت کم اگر علت گرفته گه همجا پشت زرد میخوره حضرت عمر میزنه چند خداوند تحقیق در شنج کرد یعنی حضرت عمر میزنه حضرت من نائل للخیر معتد اثیم طول بعد ذلك بعد زمین ذلك میگه حلاف که یک المعین. حقورت میگه پیامبرکش خداوند 10 حقورتش کرد سوره هم یک تا حسابه حرامزاده هم به دست بابد این اصلا همون مغیره فرزند نداشت میگفتن که یک زن پنهانی خطی یک زن خطی معامله میکرده است بگیم حرامزاده تولد شده همون برای همین اینا زنیمش گفتن زنیم در عرب فرزندی را میگن که در اول پدرش قبولش نداره بعدا وقتی که قبول شد بعد نسبت به خودش میتن که بچه ما یفتک توجیک خطی یفتک میشه در میدانی یکی در جنگ بعد نمیبره پیش میبره کی این پیش جنگ این قدر میفهمیده این خونه سوختن این همون وقتی که رزبار شد که برای همون کعبه را سوختن برای گذاشتن سنگ حجر الاسود 4 قبیله با درجه در جنگ خستن که حتی همون بنی عبدالدار یک بزغاله را کشتن در روی یک تبوره گرفتن دستاش را در روی خونی همون اندوختن تر کردن گفتن اگر ما همین سنگ نمونیم اکثر همین سنگ همون نمونیم قصاص خونی میگیریم اگر ما نمونیم شرکت نداشته باشیم در هم گذاشتن سنگ ما قصاص خونی میگیریم
این دیگه هم یه لحظه که دیگه مونده است با جنگ جدال و نیزو دیولی کعبه را مقصد خونه کعبه را یا سیل شوشته بود وقتی اکثری نو برداشتنش همه برابر همه گردن شده گفتن که اکه چیزش کنیم انا سنگم گیریم حجر الاسود از موضع اشمونیم که نمی رزبور سر شده با همه ولید ابن مغیره بسیار آدمی با عقل در دور و ندوه اساسا مصلحت رو همه میدود است شمسش میفتن بعد گفت که همه شما با حکمیت من روزی هسته؟ گفتم بله گفت نباشه این همه جمعی شینیم همه هر آدمی در اومد اگر صلاحیتی حکم کردن نداشته باشه یعنی عقل و فراست داشته باشه شما هم قبولش داشته باشه همون را میگیم من میرا فیصله کنم گفتن خب همین لحظه پس حضرت صلی الله علیه وسلم میدرویه بود 35 ساله بود ولی با پیغمبری مبعوث نشده است بعد گفتن که این همی خیلی گفت همین محمده این محمدی امینه شما همیرا قبول داره گفتن که امینه چه خیلی قبولش نداشته باشیم قبول داره بعد گفتن این مسئله را فیصله کرد حضرت ریدای مبارک شگری در زمین پرت افته سنگ اگر قشوق کرده بروی ریدا مونده همون چور گروه ها چور بطنی قرایشه گوه چور گوشش بگیری هر عشیره یک گوشش گرفتن حضرت خودش های دیول درمد بگو بردارینش برداشت هم بلوی دیول نموندنش با حضرت بسم الله رو گریسته هم نازیده مونده عقلاوی یعنی که او را ولید کده گیره قدرت خدا میگم که هم هدایت خدای تعالی هدایت که محضر امیر است امو پدر امو حذیفه است و فصیلت میخونه حضرت پیامبر است روش میگن که براد دنیاش بتیم زن میگم مول میگم چی میگم بس سوره فصیلت میخونه توس جو سجده پیش ابو طالب نه نه حضرت امو کی رو میکنن امی جهلی و عتبه و شیبه فرزندای ربیعه یورب دو نفر از سرورای قریش عتبه پدر هند است رضی الله تعالی عنه زن ابو سفیان او پدر ابو حذیفه صحابه ابو حذیفه را پسر شد امیر رو میکنن بله بو معاویه ایده میگم با بوی مداریش این عتبه هم بسیار آدمی با عقل بود این همین اندیشوش وقت ایمه اندیشوی ولی ده بهتره او سحر نگفت وقتی گوش کرد بسیار مجذوب شید بعد اومد گفت که یک قرایش گفت شما چی در دوره گفت قطعی همین محمد سر به سر میشید او همین ایبین شما ای کن این را رهاش کنه قطعی همین قبول عرب اگر به شرطی که قبولش کردن او عزت ابرو ایمو میشود آدم موهای قبیله موهای نگه اگر به شرط قبول نکردنش کشتنش چون تو خلاص میشود این کردو گفتن ترسی اما اونجا این را کلامش سحر کرد در همون جنگی چی را گفت که مردم بگرده در همون جنگی بعد وقتی برای کاروان گفت اومدیم کاروان رها یافت نجات یافت بر رفت شما چی در کار شما داخل چی لازم ایمود همین جنگ که خونه سوخته ابو جهل گفت که یا عتبه گفت تو مردک نبودی برای چی لباس مردانه پوشیدی تو باید جامعه زنکی میپوشیدی و حضرت ولی جنگ سر شود و همین عتبه ولی گفت جنگ سر شود میبینیم کی مردک کی نو مردک با همون ناموس همراهی دودر شد با چش هرسش میدون برومدن خوخی همین حضرت علی رو کی کشته برومدن با دعوا کردن که محمد مود آدم بفرست هم تینگومونا با 3 نفر ای مردمی مدینه منوره برومدن 3 نفر از انصاریو معاذ و معاویز و والله علم یک تدیگرش نموش امیر حمزه نه معاذ معاویز یا فرزندای همو کیان وقتی برای کاروان گفت اومدیم کاروان رها یافت نجات یافت بر رفت شما چی در کار شما داخل چی لازم ایمود همین جنگ که خونه سوخته ابو جهل گفت که یا عتبه گفت تو مردک نبودی برای چی لباس مردانه پوشیدی تو باید جامعه زنکی میپوشیدی و حضرت ولی جنگ سر شود و همین عتبه ولی گفت جنگ سر شود میبینیم کی مردک کی نو مردک با همون ناموس همراهی دودر شد با چش هرسش میدون برومدن خوخی امیر حمزه و حضرت علی رو کی کشته برومدن با دعوا کردن که محمد مود آدم بفرست هم تینگومونا با 3 نفر ای مردمی مدینه منوره برومدن 3 نفر از انصاریو معاذ و معاویز و والله علم یک تدیگرش نموش
امیر حمزه میگه نه معاذ معاویز یو فرزندوی همو کیان انا بنی عوفو مقصد یک نفر دیگر هم قطعش واسطه بنی افرو فرزندوی افرو اینا برمدن بعد گفتن شما کی؟ ما گفتن همیخی گفت ای از برم بسیار زیرک بود گفت ما با نسب شما کار نداریم ما شما را احترام میکنیم ما میخواهیم که قرشی های خود با قطعی ما بروی جمع کنن و با صداقتی و محمد ما را همتنگا مونه روی که ای نسب خود ما باشم و حضرت هم گفت که حمزه بخی علی بخی ابو عبیده بخی همی سه کشی نزدیکترین شو بخی حمزه عمک شایی علی و ابو عبیده بچه عمکش بله بله حوریش ابو عبیده ابن حوریش بله و برومدن حمزه حضرت حمزه کی را زد انا شیبه را کشت حضرت علی ولیده کشت پیشتر یمی کی را عتبه را ابو عبیده قطعی عتبه جمع میکردن علاقه یک ضربه‌ای هم دیگر از دادن یک ضربه بیزیب زده بود همین پای ابو کی ده حضرت ابو عبیده ده پشت اویزون شده بود دیگه ایزون اما مرد استخونم دور مونده بود بعد علی و حمزه که کور خلاص کردن اومدن زدن کشتنش این مصیبتی که بعد این مصیبت گرفت بعد مردم تحریک کرد به همین جنگ احد سبب اساسیش همین بود یک گروه پدرش عمکش برادرش کشتن گاه چوپون بچه بلندی بعد برمالی گاه ولی سر ترانگی سری کشمان میگیره آوازش خواهدی کشی شمشیری خودش کن به دست با هم شمشیری بدبخت نگیرید ابو جاله با هم شمشیری خودش کلاش برید که تو روی فارسی چیزم کشتار رو میرم باید میگن در مردن ابو جال میگه شیطان گریه هدایت نکنه کاماری زورا و چشم سردیده ابو جهل اوی در همین تفسیر قرطبی اومده است میگه حضرت صلی الله علیه وسلم الله علم همین سوره نجم باشه که باید کشیسته در یک گوشه کعبه ای طرف همین ابو جهل ملعون همراه ولید ابن مغیره هست ابو جهل گریه میکنه میگه عجب سخنوی تاثیر ما سخنوی بعد میگه که واقعا این گپی انسان نیست مخلوقی تری گفتن نمیتونه بدبخت میگه تو باور داری که قرآن ای جانبی محمد نیست ای جانبی خدا میگه بله کسی ایمان نمیوری این قدش منی میکنی میگه زنوی قریش خورد بزرگش باید طعنه بزنن که ابوالحکم ای پشت یتیم عبدالله رفته است تقلیدی با یتیم عبدالله کرده است این همی ایرون همی غرور و تکبری دنیا نمیخید کسافت تخور شد اون ابو جهل از محمد ننگ داشت از حسد خود را به بالا میگماشت بوالحکم نامش بود ابو جهل شد ای بس و اهل از حسد نو اهل شد خدا نمی خیلی خود حسد نقصان عیبی دیگر است بلکه از جمله کمی حکمتر است این خونه سوختای حسد و ای همه در پس نرایده یعنی همون فهمیدن چیزی نیست که نفهمن ولی همون شق کمر در پیش کشمی همون حضرت نکشید است انا در صحیح بخاری اومده است میگه این اهل مکه انا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یریهم الآیه مردم مکه میگه از پیامبر طلب کردن گفتن نشون پیامبری تا نشون مبتکو هم میگه که انا فاراهم القمر شقتين حتی رأوا حراء بینهم اگر محتوب نشون داد تا با انگشتش ده حصه شد بین همون ده حصه محتوب حتی رنگ غروری تاریکی و سیاهی را دیدن پیش چشمی که نور عرفان نیست در باید عثمان نیست خداوند که هدایت نکنه فایده نمیکنه هیچ امیر اخیر اثبات کرد کنه چیزا غیر مسلمان که همین موقع رنگی یا ترکیه کلیک کردی میلیون ها تن سنگ دیدم توریخته هوا فرگشت هایی که اومده در حسین شروع اومد یا صحیح نیستن نه هایی حسین در اومد نه
Moda olsun. عموما مگر شب ای اقتربت